ساتیانی همچنین در نوشتن آهنگ‌های آلبوم اول گروه همکاری کرد. مجله بروکن رکوردز از ساتیانی سوالاتی در رابطه با گروه جدیدش پرسید. او مشتاقانه پاسخ داد: بسیار سرگرم کننده بود نوازندگی با چنین استعدادهایی به شدت طبع موسیقایی من را به هیجان آورد. او در ادامه گفت: کاملا طبیعی است که گهگاه کمی کنار بکشی و به جای اجرای سولوی گیتار ریتم بنوازی. دومین آلبوم گروه به نام چیکن فود تری در 27 سپتامبر سال 2011 منتشر شد که اولین تک آهنگ آن بیگ فوت نام داشت.